خب امروز اومدیم جداف مراحل بالا کشیدن لنج رو بهتون نشون بدیم. لنج رو از آب میکشم بالا برای مرمت و تعمیر. مراحل رنگزنیش هم هست که کارهای رنگزنیش رو هم انجام میدن. خسته نبی. میخوای فرسوده هست یا میخوای نو؟ میخوای فرسوده رو در میارن و به جاش میخوای نو با این پنبه ها میخوا رو اینطوری جا میزنن. ببینید ببینید این چوب هایی که آسیب دیده رو میان عوض میکنن. این هم یه قسمت جذابه. این کار هم بهش میگن لامی. میخوایی که زدن رو میان با این مواد میپوشونن، بهش میگن لامی که جلوگیری بکنه از زنگ زدن این میخا.